سلام و وقت بخیر خدمت عزیزان. مقبره هستم، بهمن سال 1402 و از مدت پیش هدفم این بود که درس اروی منوال رو بتونم حالا به صورت یک ویدیو برای علاقه‌مندان، دانشجویان خلبانی و حالا دانشجویان دیسپچری آماده بکنم که خب متاسفانه به دلیل مشغله‌های کاری و حالا اتفاقایی که میافتاد هیچ وقت قسمت نمیشد که این کار من انجام بدم، ولی الان حتما جذب کردم. البته امیدوارم جلسه اولیشه و بتونم تا آخرش این کار رو انجام بدم. نمیدونم چند ساعت و چند سشن میشه، ولی خب قاعدتا زمان زیادی میبره که بتونم اینا رو تهیه کنم. ابتدای کار خدمت همه شنوندگان و بیننده‌های عزیز بگم که تمام اطلاعاتی که میگم بر اساس دانسته های بنده حقیر هستش و بر اساس داکیومنت ها و ریفرنس هایی که موجود هستش، حالا چه ریفرنس هایی که از FAA هستش، چه ریفرنس هایی که از خود JPSN هستش و داکیومنت هایی که پابلیش شده. و خب قاعدتا هر باقیش هم میشه نوع بیان بنده که امیدوارم که همه عزیزان بتونم قبولش بکنم. من هیچ وقت این کار رو نکردم، رکوردی به این صورت نداشتم و تجربی هم ندارم، متنی هم از قبل آماده نکردم، ولی بهترین کاری که فکر میکنم به دلیل حجم بالای اطلاعات درس اروی منوال هستش میتونه کمکم بکنه اینه که اسکرین رکوردی داشته باشم و از روی خود کتاب موضوعات مربوطه رو اطلاق خدمت عزیزان بگم. تو اصلا معلوم هست چی داری میگی؟ بریم سراغ مقدمه. خب مقدمه برای درس اروی منوال. خود JPSN، آقای JPSN اروی منوال رو که شخصی که اروی منوال رو در اصل اومد پابلیش کرد، عکسی هستش که الان توی صفحه میبینید. خلبان آمریکایی بود در سال 1930 که این شخص کار جذابی که انجام میداد، هر مقصدی که پرواز میکرد میاد اطلاعات اون فیلدش رو داخل یه دفترچه برای خودش یادداشت میکرد و این باعث این شد که بعد از یک مدت اون فلایت پلنینگ خیلی راحت تر واسش باشه. چون همونجور که میدونین عزیزان، درس اروی منوال JPSN زیر مجموعه IFR فلایت پلنینگ هستش، یعنی سابجکت IFR فلایت پلنینگ باید JPSN اروی منوال باشه. این شخص برای اینکه مسئله فلایت پلنینگش خیلی راحت تر واسش باشه، هر جایی که میرفت این اطلاعات رو یادداشت می‌کرد و بعد از یک مدت خیلی پرواز واسش ساده تر شد. یکی از دوستاش میاد پیشش و برای مثال میگه من فلان فرودگاه میخوام برم، فلان شهر میخوام برم، اطلاعاتشو میتونی در اختیارم قرار بدی؟ میگه آره. اطلاعات میذاره جلوش، میبینه یه عکس کشیده، 4 تا مثلا اطلاعات نوشته. این اطلاعات دوستش کپی برداری میکنه و پروازش انجام میده و خیلی پروازش خوب بود. بعد این خیلی کار خوبی بود. یه ایده همونجا توی ذهن آقای JPSN میاد، همین دوستی که الان بازم عکس هم نشونتون میدم، دوستاشو دور هم دیگه فرا میخوانه و به صرف جوجه و آب معدنی قاعدتاً دیگه این حرفا قرار نشد بزنیم و بهشون میگه که من یک ایده دارم. ایده‌م هم این هستش که بیایم اطلاعات تمامی ایرفیلد هایی توی آمریکا رو به دست بیاریم و طبق یک فرمت خاص بتونیم به خلبان ها و شرکت ها بفروشیم. یک سری مخالفت کردن طبق معمول همه جمع ها، یک سری گفتن ما باهات هستیم ولی هیچ همکاری نکردن. در نهایت یکی از دوستاش باش یک جورای شریک معنوی و حالا مالی شد که گفت با هم این کار انجام بده. دو نفر آدما رو اساین میکرد، میفرستاد شهرهای متفاوت، ایالتهای متفاوت که اطلاعات فرودگاهی به طور کامل ایرفیلد ها رو در اصل اون زمان خب خبری از این پیشرفت که الان سال 2024 داریم میبینیم نبودش. اطلاعات به دست می آوردن و می اومدن یک فرمت ثابت برای اون 4 تا در نظر می گرفتن، طراحی می‌کردن و به خلبان ها و شرکت ها می‌فروختن. بعد از یک سال نه تنها سود آنچنانی نکرد بلکه ضرر هم کردن. خب طبیعی بود، به خاطر اینکه متقاضی آنچنانی نداشت و هزینه رفتن و جمع آوری این اطلاعات خیلی بیشتر از فروش این چارت ها بودش
ولی بعد از یک مدت اومد طبق حالا قراردادهایی که با شرکت‌های متفاوت بست و زد و بندهایی که قاعدتاً با FAA کرد، از یک زمانی به بعد دیگه متخصصین رو از طریق جپسن ارسال نمی‌کرد. FAA اومد دستور داد هر ایالتی، هر فرودگاهی که اطلاعات مربوط به چارت‌های جپسن رو می‌خواد، حتما باید اطلاعات فرودگاهیش رو در باب یک نشریه اطلاعاتش رو انتقال بده به این انتشارات تبدیل به فرمت ثابت خودش میکنه و اینا رو دوباره در اختیار متقاضی قرار میده. یک جورایی میشه گفت ظهور AIP از اینجا شکل گرفت. یعنی الان بر فرض مثال ایران خودمون رو بخوام در نظر بگیرم، سازمان هواپیمایی کشوری نفراتی رو برای اطلاعات هوانوردی فرودگاه‌ها و اطلاعات هوانوردی ایران در نظر گرفته. AIP میاد انتشار پیدا میکنه. AIP هزینهش مثلا میگم $200 $300 نمیدونم دقیقش چقدره سالیانه هستش. جپسن اینو میگیره تبدیل به فرمت خودش میکنه و سالیانه $200-300 بابت هر یک اکانت میگیره. بعدم که این انتشارات بزرگ و بزرگتر شد در زمینه‌های متفاوت در هوانوردی و در حال حاضرم که الان دارم باهاتون صحبت کنم، جپسن زیر مجموعه کمپانی بوئینگ هستش. یعنی نمیدونم سال 2002 بود یا 2005 بود به طور کامل جپسن ادغام شد با انتشاراتی که برای بوئینگ هستش. ولی خب این فقط یه اینتروداکشن بود که اصلا هدف از کجا اومد. خدمت شما عزیزان اعلام بکنم باز هم که ایروی منوال در آمریکا خیلی طرفدار داره توی کمپانی ها. خب چون آمریکایی در کشورهای خارج از قاره آمریکا تشکر میکنم شروع شد خارج از قاره آمریکا هم هست. تو کشور خودمون هم قاعدتاً خیلی از اعلان ازش استفاده میکنن. ولی یک شرکت دیگه هم که خیلی اطلاعات خوبی در اختیار عزیزان قرار میده و تقریبا میشه گفت خیلی از کشورهای اروپایی ازش دارن استفاده میکنن، لیدو هستش. توی ایران هم اگر اشتباه نکنم زاگرس ازش استفاده میکرد، قشمر یک مدتی استفاده میکرد، ایرانر استفاده میکرد که حالا هنوزم میکنن، اطلاعی ندارم. این لیدو هم بدونین اساسش همینه عزیزان، یعنی اطلاعات از AIP میگیرن تبدیل به فرمت ثابتی میکنن و اونا رو در اختیار شرکت ها و خلبان ها قرار میدن. حتی شما شخصی میتونین اکانت ایروی بگیرین، اکانت لیدو بگیرین، ولی خب هزینهش زیاد میشه. اگر اشتباه نگم خود اپلیکیشنی هم که برای آیپد ها، برای EFB ها، الکترونیک فلایت بگ ها در اختیار خلبان ها قرار داده بود، آخرین نوتیفیکیشنش این بود که تا انتهای سال 2023 انتهالش 20 روز پیش بیشتر عملیاتی نبود، چون قرار بود که با یک شرکت دیگه بیاد این اطلاعات رو در اختیار عزیزان قرار بده. ولی بدونین هر تغییری هم بخواد بکنه، چه حالت پیپر قدیم شکلی که دارین الان میبینین از کتاب‌های قدیمی که با چرم بوفالوی آمریکایی بوده، چه نسخه PDFیش، چه نسخه‌ای که به عنوان نسخه الکترونیکش داخل آیپد ها هستش، چه مدل‌های متفاوت، همگی اساسش یکی. یعنی اگر شما این اطلاعاتی که من دارم خدمتتون میگم و یاد بگیرین، فقط و فقط تفاوت یک سری سیمبل ها و تفاوت یک سری از آیتم ها رو مشاهده میکنین. اون اصل موضوعی که باید به عنوان یک خلبان دریافت بکنین اتفاق میفته. یک سری اینتروداکشن هم اینجا حالا هستش، هیستوری آف جپسن چارت از کجا اومده اگر خواستین مطالعه بکنین. خب این از قسمت اینتروداکشن که اصلا از کجا اومده. حالا بریم سراغ چپتر هایی که هستش. ببینید من قبل از اینکه این پاورپوینت رو ادامه بدم باید این صفحه رو بیارم خدمت شما عزیزان. ببینید عزیزان ایروی منوال به 3 بخش اصلی تقسیم میشه. ایروی منوال جنرال، ایروی برای منطقه پروازی و ایروی برای چارت های ترمینال که مربوط به اطلاعات فرودگاه هستش. قسمت جنرال شما اگر اینجا یاد بگیرین، حالا بعدش بخواین توی اروپا پرواز بکنین فرق نمیکنه، بخواین توی آمریکا پرواز بکنین، ایران پرواز کنین، فرق نمیکنه. قسمت جنرال چپتر هاشه که قرار بهتون یاد بدم. قسمت منطقه پروازی و چارت ها شما در ایران پرواز میکنین و شرکت که هستین فقط دامستیک پرواز میکنه، خب میدل ایستش کافیه واسهتون و چارت های مربوط به میدل ایست. پرواز اروپایی ان شاءالله بخواید برین قاعدتا باید مربوط به اروپاش هم دانلود بکنین یا حالا داخل اون آیپدتون داشته باشین. پس بدونین
من میخوام ریفر بدم میگم مربوط به ایروی منوال جنرال، مربوط به ایروی منوال، اطلاعات مربوط به فرودگاه مثلا دمشق، اطلاعات مربوط به فرودگاه اردبیل. پس بدونین این تفاوتش به چه صورت هستش. من داخل این پاورپوینت برای اینکه یک نمای کلی از قسمت‌های متفاوت ایروی منوال داشته باشیم، اومدم اون آیتم هایی که مربوط به یک شهر خاص هست با قرمز اومدم مشخص کردم. مثلا برای مثال اینا خدمتتون میگم، بعد برمیگردیم دوباره یکی کنار شروع میکنیم. چپتر آن روتی که الان اینجا هستش قسمت‌هایش رو سفید اومدم گذاشتم واسه شما عزیزان. بعد این قسمت آخری رو به عنوان پریفرنشیال روتس ها رو اومدم قرمز گذاشتم. این قرمزی یعنی چی؟ یعنی روت هایی که ترجیحی هستش، مثلا بین ایران و عربستان، که قاعدتا تو قسمت میدلیست اینو میتونی پیدا بکنی، اروپایی‌ها رو تو قسمت اروپاش میتونی پیدا بکنی، آفریقایی‌ها رو تو قسمت آفریقاش میتونی پیدا بکنی. این قسمت انتهایش که قرمز رنگ کردم مربوط به جنرال نیست، سفیدا همش جنراله. ببینین دوباره تو قسمت رادیو 8 میگه اومده یک سری آیتم ها رو به عنوان جنرال در اختیار شما قرار داده و در انتها فرکانس دستگاه‌های نویگیشن، همونش که توی درس EIP تونم بود. پس این قرمز ها مربوط به همین آیتم میدل ایستی که اومدم خدمتتون گفتم. خب من قسمت هایی از درس ایروی منوال به خاطر اینکه حجمشون حالا کم هستش و اطلاعاتش فقط اینه که شما بدونین چه اطلاعات داخلش هستش، خودتون بتونین مراجعه بکنین و با همدیگه میکس میکنم، در اختیارتون قرار میدم. سعی میکنم که در حد چند ویدیو باشه که اگر عزیزی فقط دنبال یادگیری چارت های پروازی به اون ویدیو مراجعه بکنه، اگر کسی دنبال یادگیری بخش های متفاوتی از این ایروی هستش به این صورت بتونه یاد بگیره. من چپترها رو فعلا فقط گذرا میگم خدمتتون از روش رد میشم. چپتر اول چپتر مربوط به اینتروداکشن هستش. در چپتر اینتروداکشن دیفینیشن ها و ابریویشن هایی که داخل ایروی منوال ازش استفاده شده رو شما میتونید اینجا پیدا بکنین که بسیار بسیار زیاد بهش مراجعه خواهیم کرد. در ادامه راهنمای استفاده از چارت ها که هم مربوط به چپتر آن روت ما هستش، هم مربوط به چپتر ترمینال ما هستش. هم شما مشاهده میکنین راهنمای چارت ها برای آن روت، برای سید، استار، ایرپورت چارت و اپروچ چارت همگی در مقدمه ایروی منوال جا داشته. یعنی شما اگر این بخش از اینتروداکشن رو یاد بگیرین قاعدتا اون زمان میتونین از چارت های چپتر ترمینالتون استفاده بکنین. در ادامه ساین اند مارکینگ که در فرودگاه استفاده میشه و BDGS که خدمت عزیزان توضیح خواهم داد. فقط بدونین عزیزان من اومدم یک سری از بخش های مهم که حالا از دید خودم اومدم اینجا واسهتون گذاشتم. قاعدتا در چپتر اینتروداکشن گشتین بخش های دیگه هم دیدین، این نیست که حائز اهمیت نیستش، ولی من ترجیح همین بود که فعلا بر این اساس ادامه بدم. قاعدتا موضوعاتی هست که از دست من میس خواهد شد که خب این از قصد هستش. چپتر 2 چپتر آن روت هستش. این چپتر یک قسمت اولیش اطلاعات کلی برای فلایت پلنینگ هستش. بعد اومده چارت های پروازی در اختیار شما عزیزان قرار داده. فلایت پلن چارت، های آلتیتیود چارت، های لو آلتیتیود چارت، لو چارت و ایریا چارت. همونش که از اسمشون هم مشخصه، همونش که از عدد 1 تا 5 شما بیاین دارین روی یک منطقه پروازی زوم این میکنی. فلایت پلن چارت قاعدتا یکی دو تا قاره رو کنار هم دیگه داره و دیتیل آنچنانی نداره، فقط روت داخلش داره. های آلتیتیود چارت میاد مختص یکی دو تا کشور میشه، های لو میاد در یک کشور، لو میاد در حد چند تا شهر و ایریا چارت قاعدتا زوم شده یک منطقه پروازی هستش. بر اساس موقعیت پروازی ما از چارت مناسبش استفاده میکنیم که همش رو خدمتتون توضیح میدم. آیتم بعدی کامپوزیشن آف دیزیگنیتور ها هستش که اومده اسمگذاری و طراحی روت ها رو خدمتتون گفته که این قسمت هم کامل بهتون میگم. چپتر 3 رادیو 8 همونطور که از اسمش مشخص هستش
درباره دستگاه‌های نویگیشن، فرکانس‌ها، سیگنال‌ها و موضوعات مرتبط با این هست. چپتر بعدی مترولوژی که من اینجا گفتم equal to annex 3، یعنی تمامی اطلاعاتی که مربوط به annex 3 هستش در چپتر مترولوژیه. چرا تو قسمت جنرال ایروین منوال هم چیزی گذاشتن؟ چون من مسلطم به دیکودینگ متار و تف، ولی شاید یک آیتمی یک روزی من یادم بره، فقط کافیه جاشو بدونم و طریقه ریفر کردنشو برداشتم که از این چپترها ما خیلی زود رد میشیم. فعلا در حد یک مطالعه کلی من خدمتتون میگم، بعد یکی که اینا رو با مثال از روشون رد میشه. چپتر بعدی تیبل اند کد که این تیبل اند کد جداولی برای ما داره برای کانورژن. سوال زیاد از این قسمت میاد. قسمتی داره برای نوتم، قسمتی داره برای GRF Global Reporting Forecast که حالا قدیم اسنوتم خودمون هستش. سانست سانرایز هستش. چپتر بعدی چپتر 6 که بسیار ازش سوال زیاد اومده و بچه‌ها اکثریت زمان فارغ التحصیل شدن رو تو مقطع اینسترومنت ریتینگ باهاش مشکل دارن. بخش داکیومنت 8168 هستش. این قسمت توضیحات کلی برای طراحی چارت‌ها، معیارهایی که در نظر گرفته شده و هر موضوعی راجع به اینسترومنت ریتینگ هستش از این قسمت گرفته شده. یعنی ما زمانی که میریم داخل سید داریم درباره اون شیب صحبت میکنیم، شیب دیورینگ دیپارچر صحبت میکنیم، باید آیتم ها رو همه رو ما ریفر بدیم به این قسمت. میگیم به خاطر اینکه در 8168 گفته در این چارت به این صورت هستش، یعنی در اساس کار اون طراح چارت توی بخش 8168 هستش. حالا داخل ATC به طور کل چیا هستش؟ قسمتی از داکیومنت 8168، قسمتی از انکس 2، انکس 11، داکیومنت 444 و انکس 10. چپتر 7 اینتری ریکوایرمنت هستش، به موقعش خدمتتون عرض میکنم چیه. چپتر 8 امرجنسی که باز هم یک سری دفینیشن ها مجزا برای خودش داره. امرجنسی پروسیجر هایی که جنرال هستش اومده گفته، مثل unlawful interference، hijack، emergency descent، distress and emergency radio telephony communication failure، interception و مسائل مربوط به search and rescue. چپتر شماره 9 ایرپورت دیرکتوری هستش که مربوط هستش به راهنمایی برای خوندن اطلاعاتی که به صورت کدیک داخل ایروین منوال راجع به فرودگاه ها بهتون دادن. یه قسمتی هست بعد که رسیدیم به این چپتر خدمتتون عرض میکنم، اومده به صورت مثلا 5 خط کدیک اطلاعات یک فرودگاه رو در اختیارتون قرار داده. شما با خوندن اون 5 خط تمامی اطلاعات راجع به اون فرودگاه و چه سوختی داره، چه زمانی کار میکنن، چه فعالیتی داره و الباقی موضوعات رو میتونید از اون دریافت بکنید در مورد چپتر ایرپورت دیرکتوری. و انتهاییش قسمت ترمینال هستش که این قسمت ترمینال بجز قسمتی از جداول اولیه‌اش الباقیش میره سراغ چارت های مربوط به فرودگاه ها. خب عزیزان، این یک مقدمه‌ای بود بر مسائل ایروین منوال. یک موضوع دیگه هم اینجا خدمتتون بگم درباره سرویس ایروین منوال که میگم الان دیگه خیلی فرق کرده، ولی بدونین که هر 28 روز یک بار مثل اطلاعات ایرک آپدیت میشه اطلاعاتش. و خصلت خوبی که الان ما توی زمانی هستیم که خیلی واقعا کمک کرده بهمون اینه که ما الان در سال 2024 هستیم، پیشرفت تکنولوژی خیلی بالاه و تقریبا میشه گفت تمامی ایرلاین ها، خلبان ها از EFP استفاده میکنن، آیپد استفاده میکنن و داخل این آیپد ما میتونیم از اپلیکیشن هایی استفاده بکنیم که استفاده از این چارت ها رو برای ما راحت تر کنه. میگم هنوز الان نمیدونم چون الان تقریبا 20 روزی از سال 2024 نگذشته، ولی قبلا اپلیکیشن جپفتی استفاده میشد یا لیدویی که خدمتتون گفتم، ولی الان هم اپلیکیشن هایی که پیان باز هم مثل همین هست، یعنی تفاوت آنچنانی نداره. فکر میکنم کافی باشه این یک مقدمه. امیدوارم که بتونم بعیدانم و از این چیزا خوشگی در بیارم. اصلا نشین بریم سراغ